باشن کفار به جانبی الله هست دیلت هم از جانبی الله شما خواستین این همه جاندور را کی میشناسه؟ اسفندیار نام داره. یک انسان فتنه‌گر است. نمیدانم سگ کدامی است که مثل ایوب یونس وظیفه‌دارش کردگیان که باید عالمان و دعوتگران اسلامی را در بین مردم سیاه کند. اینها دشمنان دین و ملت هستند که پیشروی عالمان و دعوتگران اسلامی را نمیخواهند. ایره بینه نخواد تا همین درجه را حیوان شده باشی که در پوبلیک دشنامی فحش کنی. سهراب عادلیان نخودتا و نه زن و فرزند تو را دشنامی فحش نکرده. نه تو را میشناسه و نه اولاد تا میشناسه. پس چرا زن و فرزند او را دشنامی فحش میکنی؟ زن و فرزند او چی گناه داشته؟ یک مرد کپ کلان ولی عقل مثل عقل کودکا. یک نفری که معیتی تو گاب نزنه باید تحقیر و دشنامش کنی؟ حتما زن و فرزنداش باید دشنامی فحش کنی؟ این چه رفتاری حیوانی است در تو؟ گویا در استبل حیوانات کلان شده باشی. با این رفتارت پستی و فرومایگی خودت نشان دادی که تو یک فاسق خدا بخبر هستی که پروای روز حساب جزا را نداری. والله قسم در روز حساب در عوض هر یک دشنام و تفکیری کردگی یا نیکی ها تا برای کسی که دشنامش کرده هدیه میکنی یا گناه های او را بدوش میگیری. این وعده پیامبری خدا است. از این رفتارت معلوم است که پدرت با همیشه دشنام و حقارت کلانت کرده. اگر در خانه سخن خوب میشنیدی شاید این خیل دشنام فحش آشکارا نمی کردی. در جایی که زنها و مادرات تو را میشنوند با این خیل دشنام و حقارت های کردگیت ملت تاجیک تو به احترامی کردی. تو دشمن دین و خائن ملت هستی. تو سگ وفاداری کسی هستی که میخواهی چهره عالمان دین را برای مردم بد نشان دهی. خداوند شما بر این خائنان و دشمنان دین را شرمنده و رسوا کند که از دست شما نه مسلمان ها روزدارن و نه عالمان دین.